تو باید همه چی رو جدی بگیری. هیچ کی تو محل براش مهم نیست. مهمه. چی داری میگی؟ هیچ عملی نمیتونه همه چیز رو تو باندمون مرتب نگه داره. چه خبر بچه‌ها؟ تازه چه خبر سیجی؟ چیکار میکنی؟ تنها چیزی که براشون مهمه اینه که پولشون رو دود کنن. اونا بچه‌های خوبی ان سوی. اونا سرباز نیستن، یه مش احمقن که فکر میکنن تاجرن. آره ولی با ما کاری ندارن. تنها چیزی که براشون مهمه پوله. سیجی برو اونجا بهشون نشون بده که دنیا نسل کیه. اونا رو خیلی راحت میشه ترس. برو حالشون رو بگیر. ما باید سعی کنیم همه بچه‌ها رو دور هم جمع کنیم، درست مثل روزای قدیم. آره حق با توه. برو ترتیبشون رو بده من. اونا به مادر خودشون هم رحم نمیکنن. تو ساده ای دوست من، ما باید تمرکز داشته باشیم. ما به کمک احتیاج داریم. هیچ کدوم از شما بیدابو دیدین؟ نه ولی اونو بیرو خوبه که با خودمون داشته باشیم. بیگ بیر؟ آره اونا عجلشون اومده. بیداب فقط چند تا کوچه اونورتره. کل قلمرو به هم ریخته ها؟ آره از این کرکی ها میخوای که کمکت کنن؟ تعجبی نداره که خانواده به هم ریخته. غیر از اسم و سویت اینجا همه تو رو به خوبی میشناسن. یواشتر برو احمق، تو حتی نمیدونی کدوم داره. هرچی تو بگی اینه؟ آره همینه. درو واکن. مطمئنی هنوز اینجا؟ همینه کله پوک. درو واکن. کیه؟ سی تایی اینجا چه غلطی میکنی؟ گولتو گم کن. صبر کن مرد، تا آخر خط چی شد نگاه؟ تو هیچ وقت نمیفهمی که ارزش پول چقدره. میدونی منظورم چیه؟ حالا قبل از اینکه خرچم و یه کاری دستت بدم گولتو از اینجا گم کن. هی بیر. هی بیگ بیر، توی مگه بچه محل ما نیستی همی؟ تنها کاری که اون حالا بلده اینه که دود کنه و خونمو تمیز کنه، مگه نه؟ آره چی؟ درسته قربان. حالا برو اون توالت لعنتی رو برق بنداز. بیگ بیر بیا اینجا. یا هیچ وقت اینجا نیا عوضی. ای نیگا برو بمیر. لعنتی اوضاع خیلی خراب. حالا میفهم منظورت چی بود مرد. کرک چه بلایی سر بیگ بیر آورده، داره نوکری میکنه برای اون بدبختی که هیچ امیدی نیست. عوادی کرکی همه جا تو این شهر ریخته، ولی مثل اینکه بستگی به ما. بیا تو محل بگردیم و یه فروشنده پیدا کنی. نه هی اونجا رو داره به بچه محل اون مواد میفروشه. ای رفیق چیکار میکنی؟ چی میخوای؟ من اینو میشناسم. اون یه احمقی تو آیدل بود با بچهای بالاسا میگشت. من جاشو بلدم، همین نزدیکی هاست. بریم یه سری بزنیم. ای اون چمن حیات جلویی نبود؟ تو هنوزم پخمه ای؟ نه من هستم همی. این چماق از اونجا بردار. مرد حالا یه ماموریت جدی داری. گندش نکن، همه میدونن که بالاسا هیچی نیستن. عصر بخیر بالاسا این مواد فروش. بچه های گروه استیرت اومدن حالتون رو بگیرن. The grip is on the truth, this siren, we taking back the strip. Los Santos knows the name, Los Santos feels the heavy change. We raise the whole body change. We rearrange and keeping it out of your range. Clean the lobby, clean the stairs, keeping it out of your range. Clean the lobby, clean the stairs, leave the corridor sterile. Take your hustle, take your struggle, take your profit in the barrel. Ninja, these motherfuckers, swinging through the hall. Ninja, these motherfuckers, backs against the wall. This ain't a game, it's a clean up. Watch the status shift, yeah.
motherfuckers. Watch the ceiling drift, drift. Yeah. Message delivered. Don't ever bring that back to my block. We strictly business. Grove Street. Done. حالا بالاستان میفهمن که گروه استریت داره برمیگرده. حتما رفیق. تازه تو هیچ وقت منو جا نذاشتی. زمونه عوض شده. اونا از دست ما عصبانی میشن. بعدم بهش میرسه. حالا بذار تو سکوت پیروزی آروم باشیم. شاید این احمقا بخوان یه دردسر بزرگ درست کنن. آره گروه دوباره رو پاش بلند میشه. مطمئن باش. کار من سرکار هرناندزم. کی؟ سرکار هرناندز. من با تمپنیا پولاسکی کار میکنم. آقا خره تو دیگه چی میخوای؟ هی پسر به من احترام بذار. گامشو سر به سر خودت بذار تو خره اونایی. حواستو جمع کن چی میگی. گوش کن از سرکار تمپنیا پیغام برات دارم. سعی نکن شهر رو ترک کنی. این اشتباه بزرگیه. شنیدی که ما مراقبتیم. هرچی تو بگی عوضی.